همدیاران عزیز، امروز 6 اپریل سال 2025 قرار داریم در دهه معرفتی ناحیه رودکی در ادیرهای گلوی دهه معرفتی در پیستازوری اکای حاجی عبدالسعید. اکای عبدالسعید سلام علیکم. و علیکم، خوش آمدید. شما خوش آمدید. اکا ما اومدیم که یک پیستازوری شما نوار گیریم که در کدام حالت قرار داره. پیستازوری شما چخیلی که میبینیم همدیاران عزیز، پیش از اون که من با شما با نشانتی من همواری دیدید. اون آدم رفته ایستاده است در همواری و این طرف میبینیم، اینجا میبینیم اینجا جاریه که آدم ایستاده نمیتوند، جاریه که با 100% میگم که آدم ایستاده نمیتوند، میغلطد. لیکن در این جاری اکای عبدالسعید ما پیستازور کرده است. هم به بیچاره اکای عبدالسعید هم قدر جا رسیده است، همین هم گرفته پیستازور کرده است. اکای عبدالسعید پیستازور شما در چند دونه پیسته هست تخمینا؟ قریب 2000 دیوت هم گیم میشه. یک سال تا 20 سال رم. شما 20 سال پیش سر کردید؟ 20 سال پیش سر کردیم. آفرین. پیستای شما در بحر در آمدن؟ بحر در آمدگی. اکنون اینو پیوندی نبید اکثرش؟ نه اینو پیوندی یک تنیم تاشه. انا حاضر پیوند کردیم. اینو همش همون تخمای ایران و ترکیه هم خیلی بی پیوند. مثال میگیرم همین چند ساله هستن همین؟ این همی اگر وایش ممکن وای باشد پیوندیش یکان 8 ساله بودگی یا 7 ساله. همین پیوندی می؟ این پیوندی 7 ساله ده. به پیوندش گیریم اگر در انا این چند ساله است؟ من این ایرانی گفتید قدر کلان تولدی 2007 2007 18 ساله 18 ساله. اینو بینید که کندش کلان با قوت این لال میچوب ده به حد خوشرو میشه، به حد نرم میشه. لال میده. به هر حال شما آب داشتید، منم میبینم. درست؟ این من برای چیش آب دادم که همین حاصلش چقدر خوشرو وای کنه. گفته من ستیل قطعی یک 5-6 ستیل آب دادم پیش از گل کردن. پیش از گل کردن انا که گل میکنه این نم تو قریب 2-3 ماه گویا که دردی است. همین بهتر نیست که دورتر آب تید؟ این زلال نمیکنه ولدی. آبی خیلی ریخته است هم زلال میکنه. این خیلی آبی ستیل که زلال نمیکنه. من همین گلش نشون تید خام کنه نشون تید. این یک نهاده ده اکچو این دوتا چهار تا. این همی گله. آن همی گل. این گل موده مین. موده این گل چهار تا. این دوتا. این سه تا. این پیسته موده. این پیسته موده نه. گلی پیسته نرینه را کجا بینیم؟ این برای بردار کردن اوجه شمال ده اوجه تیار شده. این پیسته نرینه علاقه گلش تیار شدگی. این تیار شدگی. این بینه این. فرقتش علاقه میریزه؟ این شمال دیسته. این همی شمال خودش رنگ چنگ میکنه. این اگر یه هنر چنگ رفت کن. چنگ شد. این شمال خودش. این پیسته نرینه. پیسته نرینه تو هم بسیار بود اصلا در داخلش. نرینه بسیار وقتش نمون نفهمیده خیلی که این همه خیلی پرورش کردیم. اون وقت 20 سال پیش چون خیلی گپا بود. این کارو بنا پیدا شد. فهمیش اوید پیسته پرور کم بود. نه بود و همین خیلی توکل به خدا بود. حاضر میدونید که پیوند کردن بهتر است؟ پیوند کنیم و بهتره. خیلی بی پیوندش هم میشد با اون درجه میشد که گفتن نداره. لیکن کم ترک دیر. چند سالش میگذاره نه؟ سالش کم ترک دیر میشد. با همون پیسته که خیال میکنم که همه بی پیوندم اگر بسند دراید اگر وای جمع آوری کردنش دشوار. بی پیوند. 15-20 سال در کار. 15-20 سال در کار. اینش 7 سال گیده بشه. وای میکنم. بی پیوندش هم همین بی پیوند ترکی داره. 7 سالگیش تا 1 کیلو زیادترک میبندن. 1 کیلو زیادترک میبند. 2 سالگیش با 8 سالگیش با 2 کیلو با 3 کیلو با هم خیلی رفتن میگیره. همداران عزیز، من با یک بار نشانتیم انا این گلی پیسته نرینه. پیسته نرینه عادتاً پیشتر گل میکنه. درست که من درست. پیشتر یک هفته 10 روز پیشتر گل میکند. گلش شده برای بردار کنی پیسته مدینه. انا پیسته مدینه. برای بردار کنی گل مدینه تیار میشود. اکای عبدالسعید همین گل مدینه من همین درخت کی شده میشود که این گل نرینه باید بردار کنه. این چند روز دیگه در کار برای شده شویش.
تخمینا همین ده میتونه کی وای کنه حالا که بردار شد اسمی الکه این طبیعت خودش اینو وای میکنه اینم اوی شده باید کلان نشود می نه ولی شده کلان هم میشود شده کلون میشه و با غرم میکنه وای میکنه چی میگم حالا که پروسسی بردار شوی رفت شده است گردول شوی رفت شده است البته این همین خودش همون حسوی طبیعت هم خیلی میکنه خودش اینا دیگه رحمت شده هم دیوران عزیز اگه بسیدی ما هرچند که سن سالشون آنچه رفتگی است شخصی خیرتمند هستند شخصی سال خورده ای که تمام حیات رو دیدند بینید که درختانی سیب انار پیستا تنه و ادیر دارم و ادیر چی کار دیگه بادام بیت نزدیکتر بیارم بینید اینقدر بادام اینقدر اولو اینقدر همه چی رو شنونده بالا ده ها وای بچه شما موندگی بچه مونده آب موندن دیوران عزیز دیدید همش میشود و یک تا کم بودیم دوران اکا این درخت های شما کسال کردید این درخت ها شما کسال کردید هم دیوران عزیز شما هم یک گوره از همین یاد گیرید عبرت گیرید این درخت سیب بینید چه خیلی کسال شده است و بینید چه خیلی خشک شده است برای که این درخت سیب کسال نشود خشک نشود شما یکمش وقتی که بریدید حتما کراسکا کردن در کار و هر سالی 3-4 مرتبه این درخت ها رو همش رو دورو زدن در کار شما یک مرتبه دورو میزنید می درختتون راست شد 100% نه یعنی 50% میزنید یا نمیزنید من گویم خطا نمیزنید من اینش هم کسال شده است ببینید غرق گل است لیکن کسال اینش هم عمرش 2 سالی اگر که دورو زنن توپاس سکور خمیتسین медни купорос бордоски жидкость зимистон занан агар ина мана буридиан хушру буридиану лекин дарахт касалӣ вақти дарахти касал ки шуд 3 сол пас бо инҷа дарахт шинондан дар кор вай дарахт то мард мешавад то калон мешавад то мева мебандад 10 сол мегузарад ин охи кори ганда охи шумо бояд ки ҳама вақт дору занед дарахтатонро ба касалӣ агар ки зимистон шумо ҳамиро مویه بردوسی میزنید الان همش گم میشه در همین سیاهی ها این کسال است مویه بردوسی فقط صحت میکنه دیگر ایگون چی نه کسال از کجا پیدا میشد میفهمونه من ببینید اینجور بریدن اینجور بالاشو بریدن وقتی بریدن اینجا وای پیدا شد چی میگن کسال پیدا شد وقتی کسال پیدا شد اینجا سیب سیاه شده رفتن میگیرد این که سیاه شد تمام امین خشک میشود همین رو صحت کردن ممکن حاضر یعنی که در 100 گرم دهن فرنگ رو در 1 لیتر آب آمیخته کنید و شوتکه قطعی همینجا شوید اول توزه کنید با یگون شوتکه توزه شوتکه خشک بعد شوتکه که آب قطعی شوتکه کراسکا کنید قطعی همین رو همش رو شوید دایتون گرید 10 گرم медни купорос یعنی دهن فرنگ در 1 لیتر آب این 10% میشود این کسلی رو در جویش میکشد این رو هم این سیاهی ها هم همه اینا عجلش медни купорос توزه در عین حال الکی به اوهک همین تکرار میکنم 100 گرم медни купорос در 1 لیتر آب شوتکه قطعی میشوید همه رو توزه کده میشوید هم جای کسلی رو تو پویان رفتگی من سیاه رفتگی میشوید همین سال همین زنبروخ هایش رو медни купорос کسلی رو میکشد این چونین من اینجا آمدیم این سیب سوز من این طرفش سوز کسل نه انا جای بریدگی رو بینید باز همون جای بریدگی کسل من بینید این سیب سیاه شده است این هم медни купорос و هم بریدگی دیدید медни купорос بریده کراسکا که نکردید کسل میشد من اینش هم الکی کسل شده است اینش هم کسل شده است بریدن و کراسکا نشکیدن از بالا infeksiya durumunda است infeksiya زنبروخ انا همدوران عزیز من این بود هم درباره پیستا هم درباره سیب یک گوره دیدم من با شما نقل کردم که چقدر مبارزه بردن ممکن است медни купорос انا اینجا با پیسته های جوان شنودیان اکا این پیسته ها پیوندی نیست؟ نه من اینش پیوندی این کجا گرفتید؟ این ای رایون 5 وردی پیوندی است اون جای پیوندش پایان
پاینده است خیلی خدا خواهد انشالله همینجا هم پیسته زور کردید امیدوارم پیسته دار کردیم یه وقت نزدیک کردگیم وقتی ندادیم لبای نزدیک نزدیکی بچه دیگه اینو یک تگیشه کمی کمش او موبایلنگی یک ردک گیرید موبایلنگی یک ردک گیرید میشود هم دوران عزیز من با پیسته هایشو من نرینه من مدینه خیلی دیگر چی نشونتیم پیسته کنید پیسته رو علم نکنید پولتونه در آسمان نپرتوید و علم نکنید من این رو بریدم ببینید انا نارکین های نوزاده است دیدید نارکین های نوزادگی در این نارکین ها پیوند کردن ممکن است انا در این نارکین ها پیوند کردن ممکن است هم دوران عزیز پیسته داشته باشید شما یگو نودش رو برید من همینجا که بریدم نارکین زده است در نارکین پیوند میکنید پیوند تا اون که گرفت کنده کلانه میبرید میپرتوید انا هم دوران عزیز انا با میگه حوصله نشونتی هم یک مرتبه ببینید پیوند با زوره اینه آخه حالی کنی پر شود بعد مجاوبشو میگیم ولی این بردار شود که انا هم دیران عزیز در پناه خدا باشید من بینید که اکای ما جاری ها رو من پوینا بینید پیسته زور رو انا من از طوری جاری استادم بینید آدم رو وزنده اگر تپ تلپس میورد هم مجور پیسته زور کردگی اکای عبدالسعیدی ما وای نوک است می چی است وای انا دید از گلش شناختم که وای نوک بود است نوکتونه بگمانم گلخورک همشو خوردگی است هم دیران عزیز در پناه خدا باشید با شما تماشای با فراغت